جیمز کومی رئیس اداره فدرالی تفتیشاتی ایالات متحده آمریکا یا خود FBI ادعای ثبت گفتگوهای دونالد ترامپ از سوی مأموریت پرزیدنت باراک اوباما را رد کرد. روز یکشنبه روزنامه نیویورک تایمز نوشت که کومی از وزارت عدلیه خواسته است ادعای ثبت گفتگوهای تلفنی دونالد ترامپ در دوره انتخابات پرزیدنتی سال 2016 را رسما رد کند. با نوشته روزنامه کومی گفته است این ادعا اساس ندارد و باید از اعتبار ساقط شود. قصر سفید از کمیته کنگره که حالا به بازجویی دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی مشغول است، تحقیق احتمال ثبت صحبت‌های ترامپ را طلب کرد. این چیز امکان ندارد. پرزیدنت کشور نمیتواند به کسی چنین امر بدهد. این معنای آن را دارد که گروه بزرگ به کارهای غیر قانونی مشغول بودند. ثبت نوارها را بیرون از چارچوب دادگاه خاص عملی کردند. سخنان پرزیدنت را مستقیم قبول میکنم. دونالد ترامپ قبل از این سخنانش یگان شهادت پیش نآورد. نقطه کلیدی همین است. اگر شهادتی هست آشکار کنید، ولی او قبل از سخنرانی دلیل مطرح نکرد. روز شنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مأموریت اوباما را به این متهم کرد که گویا در دوره انتخابات پرزیدنتی گفتگوهای تلفنی برج ترامپ را ثبت می‌کرده است. ترامپ در این زمینه هیچ دلیلی را پیشنهاد نکرد. سخنگوی اوباما عیب‌نامه ترامپ را رد کرده است.